بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حالی ماستان. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شب بر شاه را، شد غلامی آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مارو آن کنیزک را خرید. چون خرید او را برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نمود، یافت پالان گرگ خر را در ربود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جانی هر دو در دست شماست. جان من سهل است جان جانم اوست، دردمند و خسته ام درمانم اوست. هر کی درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجانی مرا. هر کی درمان کرد مرجانی مرا، برد گنج و در و مرجانی مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثنای مرادم قسوت است، نه همین گفتن که عارض حالت است. ای بسا ناورده استنتاب گفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچی کردن از علاج و از دوا، گشتن افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشمشه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از هلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت.